سلام بچه، چطورید؟ من متین هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بله دوستان عزیز، همونطور که از روی تایتل و تامنیل ویدیو متوجه شدید، فری فایر با ماینکرافت همکاری کرده و پیکو هم در فری فایر و هم در ماینکرافت ساخته و ما قراره بریم ریاکشن بدیم. قبل شروع شدن ویدیو حتما لایک، کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. زودتون سریع بزنید بریم ویدیو رو شروع کنم و بهتون دقیق توضیح بدم. بذارید عینا بزنم بریم. خب دوستان عزیز، همونطور که متوجه شدید ما قراره بریم به پیک داخل فری فایر که معلومه کلا چیه و قراره بریم به پیک داخل ماینکرافت، از ساختنش تا تکمیل شدنش ریاکشن بریم. و یه نکته رو میخواستم من بگم بچه ها، داخل کامنت ها مینویسید متین نگو همونطور که روی تایتل و تامنیل. چی بگم بچه ها؟ من بگم خیلی ممنون که مثلا وارد ویدیو شدید، میدونید از کجا میدونید. خب من باید بگم که شما از کجا خب ویدیو رو میدونید دیگه. حالا اگه کسی چیز جدیدتری میدونه بگید که ما از این به بعد اونایی که میگن اینو نگو یه چیز جدید بیان خودشون بگن، من اون به بعد همونو میگم اگه چیز به درد بخوری باشه. خب بزنید بریم ویدیو اون ور رو شروع کنیم. خب این ویدیو اون ور هستش و اینو نمیدونم چی گفته این بالا رو من هرچی میخونم، ولی خب خلاصه بذارید کیفیت رو 1080 میکنیم. صفحه سیاه شد. خب کیفیت 1080، سرعت پخش 2 باشه چون ویدیوش 24 دقیقه است. این 38 ثانیه قبلی شروور داشت میگفت، صداش هم بستم یه موقع موزیکی نباشه که کپی رایت بخوره. بزنید بریم ویدیو رو شروع کنیم. داره خب خیلی سخته بچه‌هایی که ماینکرافت پلیرن حتما میدونن که چقدر سخته. الان فکر کنم داره کف پیکو میکشه، یعنی واقعا این حرکت سختیه. ویدیوش هم نمیدونم چند هزار بازدید خورده. حالا حتما آخر ویدیو که میخوایم تموم کنیم میریم میبینیم. اونورم سمت چپ اگه اشتباه نکنم یه نمونه ساخته بود. آره فکر کنم یه چیزی به چشم خورد. اینشو نمیدونم داره کف پیکو میکشه، اینو نمیدونم کجا پیکو داره میکشه، ولی میدونم پیک کوچولویی داره میکشه. اگه این قراره پیک باشه پیک کوچولوییه. حالا میبینید اونا رو میبینید، اونا رو یه نمونه انگار اومده بکشه. داره کجا رو میکشه بچه ها؟ فکر کنم داره اون حوضچه ها رو میکشه یا نه 1000 توه. اینجا داره 1000 تو رو میکشه، 1000 توه پیکو داره میکشه اینجا. همش گوشته، همش گوشته. نه واقعا داره خیلی قشنگ میکشه، ولی چرا اومد این همه لبه؟ یعنی اومد این همه وسط منظورمه، چرا نرفت لبه که جا برای پیک باشه؟ اینجا 1000 تو رو کشید، یه چند تا چستم گذاشت، بلاک آجر داره میکشه. این تیکشو که کشیده نشون نداده. بیشرف این تیکه ها رو کشیده نشون نداده. خب داره خیلی سخته بچه ها، یعنی این الگوریتمی که تو اصلا بخوای اینا رو بکشی واقعا سخته. من خودم ماینکرافت پلی دادم، بدوارز دادم، میدونم اینا خیلی سخته و آب داره میکشه. آره اینجا فکر کنم اون گفتم هوستچه هاست چپ و راست پیک. آره داره اونا رو میکشه. اینم ورودی پیک اینه بچه ها اگه اشتباه نکنم من، یا اینجا کجای دیگه؟ اینجا رو نفهمیدم ولی فکر کنم اینجا باشه چون این هوستچه اینجاست و ورودیش اینجا باشه. قاعدتا باید این شکلی باشه، من نمیدونم. از سر در نمیارم من از کار این دوستمون. داره چی کار میکنه؟ اینجا کجاه؟ اینجا فکر کنم اون یکی هوستچه هست.
بله گفتم اینجا پیکه، اینجا قراره پیک باشه. این هستچه، اونم هستچه 1000 تو. ستونای پیکو داره میکشه، دیواره و ستونش. خیلی قشنگه، خیلی سخته کشیدن این بیلد بهش میگن داخل ماینکرافت پلیرها. کشیدن این بیلد واقعا خیلی سخته بچه، یعنی واقعا باید از این دوستمون حمایت بشه. و پیک داخلش خیلی کوچولو شد، یعنی شاپ باید اینجا باشه، این دوتا هم باید چپ و راست باشن، این وسط باید یه چیزی بکشه. اصلا خیلی سخت داره عمل میکنه. این اسب بی پدر مادرم کل زندگیشون زیر بود، احمق. اینجا هم همون جاییه که یه چست اینجا باید باشه. اینا دوتا ورودی های دیگه. نه دیگه واقعا اگه بکشه دیگه میفهمیم دیگه این همه پلی داریم تو پیک. و حتما بچه نظرتونو بنویسید داخل کامنت ها راجع به این نحوه ساختنش، و بنویسید که 1 تا 10 به این سازش راجع به پیک چقدر میدید. اگه طبقه 2 پیکو بکشه واقعا یه دونه، یعنی چه کلمه ای بگم، یعنی بست ترین بیلد ممکنه کشیده. یعنی اگه بخواد طبقه 2 رو هم بکشه، طبقه 2 منظور همونایی که میرید اون چوبا میپرید میرید اون بالا. داره چیو میکشه؟ داره چیزو میکشه، داره سقف پیکو میکشه. نگفتم چرا میگم گفتم. خب داره واقعا قشنگ میکشه پسر، واقعا داره قشنگ میکشه. ساعت ها زمان برده این ساختن. درسته که کریتیو، یعنی منظورم اینه که داخل ماینکرافت خودش نرفته این وسایل رو جمع کنه. داخل ماینکرافت بچه شما باید برید تک تک وسایل رو جمع کنید و چوب مثلا چی بگم، چوب میزنید تبر میسازید. ولی داخل کریتیو تبر هستش، سنگی، آهنی، دایمندی، همه چی هستش و تموم شد. نه گفتم خیلی داخل پیک مونده، خیلی قشنگ سقفشو کشید و داخلشو کشیدین. آره ورودی های چیزشو کشید، دراشو اینور. خب اومد این وریاشم کشید، اومده چرا داره به اینجای پیک میرسه. اینجای پیک باید چند تا خونه بکشه. اینجا اومده چی داره میکشه؟ داره دیواره هاشو میکشه. حواسم نیست اصلا به این. اون دیوارش هم کشید، اینم کشید. خب اومده اینجا رو هم داره میکشه. آره اینجا همیشه ماشینه، چند تا گل. اینجا باید قلبو بکشه، خونه بکشه. آره اینجا داره اون پایین رو میکشه. اینجا باید فکر کنم جای قلب باشه که اینجا خونه باشه. ماشین اگه اینجا بکشه عالی میشه. فکر نکنم بکشه، خیلی ازش توقع دارم من انگار. خیلی قشنگ داره میکشه، یعنی داره به جزئیاتم حتی بها میده که اینجا رو هم کشید. یعنی اگه مپ برمودا رو میخواست بکشه پسر خیلی قشنگ میشد، ولی واقعا زمان میبره. یعنی فکر کنم 3-4 ماه قشنگ با زمان میبره. خب این وره رو کشید. خونه ها اینجا رو هنوز نکشیده، قلب و خونه رو هنوز نکشیده. اینجا کجاه؟ اینجا رو نفهمیدم کجاه. اینجا رو هنوز متوجه نشدم. فکر کنم خونه، آره خونه سبزه رو داره میکشه بچه، خونه سبزه رو داره میکشه. واقعا به اینا بچه ها خیلی باید بها داده بشه راجع به این سبک خونه سازیش.
اینجا قلب هنوز نکشیده بچه ها. داره این یکی خونه سبزه رو داره میکشه، باید قلبو کنارش بکشه. قلبو نکشید بیشرف، قلبو نکشید. پنجره داره پیک، من ندیدم پنجره داشته باشه. جلال خالق هنوز توی پیکم نکشیده بچه ها، داخل پیکو هنوز نکشیده، قلبو نکشید. حتی این شروورا اینجا هم کشید، شیروونی بهش میگن. اومد اینجا خونه سبزه این کناره 1000 توپ داره، خیلی قشنگ میکشه. زیپلاین رو میسازه به نظر شما؟ میگم نمیسازه، عمرن زیپلاین رو بسازه دیگه. داره زمین رو صاف میکنه. آره اومد این خونه چوبیه هم اینجا کشید. ایول داره علفا رو میکاره پسر، حتی به علفا هم دقت کرده بود. درختارم حتی گرفت کشید، نشون نداد، درختار رو نشون نداد به ما. باران گرفت، باز باران با ترانه، با جوجوهای فراوان، همش گوشته. خب این لباشم که پسر گرفت کشید. درختار رو الان داره نشون میده. آره چند تا گاو و گوسفندم آورد اونور. درختار رو کشید، قلبو نکشید، توی پیکو نساخت. خیلی به جزئیات بیرون داره میپردازه به نظرم. فکر نکنم توی پیکو دیگه بکشه دیگه. ویدیو 24 دقیقه‌ای 20 دقیقه بیشتر نمونده. 20 دقیقهش منظورم اینه رفته. بله 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 بله. تموم شد؟ نه بابا مونده هنوز. برو خواهش میکنم برو داخل پیکو بکش، داخل پیک. هی داخل پیک پسر، خیلی به بیرون توجه کرد. الان اون زیر همه چی اسپان شده، همه چی اسکلتون، زامبی، همه چی اون زیر پیک الان هستش. بری اون زیر قشنگ شلوار تو در میارن. خب اومد این درخته رو کش. این سنگا رو نکشید، سنگای اونجا میبینید، موس منو میبینید اونجا یه سنگ هست، این سنگا رو نگرفت بکشه. و چقدر درخت کشید، یعنی برو توی پیکو بساز. چیه این همه درخت؟ تو این درختاش هم زحمت داره والا. قلبو نکشید، قلب اینجا رو. و چقدر گاو و گوسفند دورشن. یعنی من گفتم اول کار زمین رو خیلی کوچیک کشید، ولی الان که دارم نگاه میکنم زمین رو کوچیک نکشیده. حتی این خونه ها هم گرفت ساخت. میبینید بچه ها اینا رو هم حتی ساخت. البته خب وسطش گرفت چیز کرد پسر، وسطش گرفت مپ رو بزرگتر کرد. این تابلوه رو ساخت، اون خونه ها رو گرفت ساخت و داخل پیکو نساخت. و اگر بچه ها ویدیوش دیگه تمومه دیگه، رس 24 استوپش میکنیم. خیلی قشنگ شد خدا وکیلی. 1 تا 10 بچه ها بهش حتما داخل کامنت ها نظر بدید. و اومد اولش. خب این اولش زیاد مهم نیست. خب برگشتیم داخل گیم بچه ها. الان صفحه فکر کنم برای شما سیاه هستش. حتما بچه ها اگر از این نوع ویدیوها دوست دارید براتون بسازم، حتما داخل کامنت ها بگید، براتون حتما میسازم. و 1 تا 10 بچه ها بهش حتما یه امتیازی بهش بدید که چند به نظر شما حقش بود. و به نظر خود من بچه ساختنش خوب بود، خیلی به جزئیات توجه کرد، این خوب بود. داخل پیکو نکشید بد بود. ولی خب من 1 تا 10 بچه بهش 8 میدم، برای اینکه داخل پیکو نکشید، قلبو نکشید دیگه.
همینا دیگه. داخل پیک خودش خیلی طول میکشید، یعنی داخل پیک رو نکشید، طبقه 2 رو نکشید، اینا رو هیچ کدوم رو نکشید. خب خلاصه این هم ویدیو امروز بود. اگر دوست دارید این نوع ویدیوها بیشتر براتون بسازم داخل کامنت ها بگید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. تا یک ویدیو دیگه با آقا متین جوجو، خدا حافظتون. این چیه؟